با همین نکته من تا الان از اول دوره تا الان 4 تا معامله باز کردم، 4 تا رو تو سود بستم. هدفتون این که واقعا تریدر خوب بشین. من خواستم که با یه بار آموزش دادم تریدر خوب تحویل جامعه بدم. تو به این میگی نمیگی لایف ترید و به چی میگی لایف ترید؟ این نقطه‌هایی که این چند روزه زدیم و با هم یه ترکوندیم چی بهش میگین دیگه؟ اون چیزایی که شما تو اینستاگرام داری میبینی دورت بگردم اینا همه شو آفه. اوکی الان وصله. سلام عرض شد. وقتتون بخیر. خوبین؟ ممنون. شما چطورین؟ خوبین؟ خدا رو شکر. بابت امروز کلی تشکر میکنم، خیلی امروز عالی بود. خواهش میکنم. از تدریس شما بود، از کانالایی که دارین و کلا در کل عالی. زنده باشین. اگر که اجازه بدین من یه انتقادی میخوام بکنم. در خدمتتونم. فقط اول حرفم بگم سوء تفاهم نشه. من شخص شما یا گروه شما را اصلا کلا 100% اعتماد دارم، هیچ مشکلی نیست، همه چیز عالی، کاملا واضح و صادقانه. ما در خدمتتونیم. ولی خب بروکری که شما مد نظرتونه و تاکید روش کردین و حالا طبق گفته خودتون پشتیبان بوده، اسپانسر بوده براتون، متاسفانه بروکر جالبی نیست. من مشکلش چی بوده؟ میشه بگین؟ حالا ممنون از این که ارجاع میدین. میشه بدونم مشکلش چی بوده؟ من الان حداقل 6 سال دارم فعالیت میکنم، با بروکرهای دیگه مثل لایت فارکس کار کردم، ربات دارم روش داره کار میکنه خودش. یکی از مشکلاتش اینه که دلار رو وقت 58 تومن بود، ما 61 تومن مجبور بودیم بخریم، که خب به پشتیبانی گفتش که این مشکل فارسی چنجه. گفتم خب فارسی چنج شما داری تاییدش میکنی، شما باید این عوضش کنی. خب حالا اون مشکل فارسی چنجه، مشکلی نیست. حالا من یه نکته بگم خدمتتون. حالا این بحث حالا مربوط به بروکر که اصلا کلا در کل از توانایی ما خارجه. خب ولی در کل از این نظر این بروکر رو تاییدش کردیم چون از لحاظ اینکه خیلی بتونه پشتوانه خوبی باشه برای سرمایه‌های بالاتر، برای اینکه آقا مثلا امنیت وجه رو تامین بکنه، برای اینکه آقا مثلا حداقل بنیادی داشته باشه. میدونین حالا مثلا شما این مواردی که میگین و حالا من میگم واقعا نمیدونم چیز باید پاسخ بدم چون اصلا من علت این که به شما میگم توضیح بدم خدمتتون این که الان شما چون که بروکر رو تایید کردین و زیر مجموعه این بروکر هستین، کانال شما طبق معاملات ما تو این بروکر به ما اجازه دسترسی میدن. یعنی اگر که ما نیم لات معامله بکنیم در ماه میذاره داخل کانال شما باشیم، اون اول اگر که 10 تا ترید بکنیم حتما میذاره وارد. خب این شرایط بروکره دیگه. خب درسته. خب شما اگر که از زیر مجموعهشون بیان بیرون اصلا تایید نکنین این بروکرها، خود این 3200 نفری که عضو کانالتونن به خدا اینقدر پول میدن نیاز پشتیبانی نیست. والا چه عرض کنم خدمتتون بتونیم. من خودم شخصه حالا من که خودم بهتون مایگیری یاد دادم دیگه، حالا خودتون برین هر بروکری که میدونین اوکی تره براتون. ولی خب میگم واقعیتش من امیر جان چیز بگم، من خودم هم به هر حال همون تجربیاتی که شما دارین تو در واقع بروکرهای مختلف رو منم دارم، تیمم داره. میدونین یه سری دلایل بوده که یعنی ما چشم بسته نیومدیم غیب بگیم بیایم بریم مثلا بروکر مثلا اوربکس مثلا ما تاییدش بکنیم، نه، یه سری دلایل بوده. واقعا یکی از مهمترین دلایلش اینه که اون بروکر واقعا از لحاظ رتبه‌های جهانی خیلی رتبه خوبی داره، از لحاظ رگوله هایی که داره معتبره، برای سرمایه‌های بالا خوبه. ببین من دروغ چرا بگم، من تو آلپاری خودم داشتم کار میکردم دیگه، خب با سرمایه بالا داشتم کار میکردم، واقعا هر روز داشت دست و دلم میلرزید. خب موقع خبر استوب میشد، نمیدونم خیلی باگ داشت، واقعا داشت. قطعا خود بچه‌ها و خود کسایی که تجربه کار تو مارکت دارن دیدن این رو، من نیاز به توضیح نیست و اصلا قصد تخریب جایی رو خدای نکنه ندارم، ولی در کل فیدبک خوبی نگرفتم. خب من میخوام ترید بکنم، میخوام کار بکنم، من باید سرمایه بالا وارد بکنم، پس باید خیالم هم راحت باشه. پس وقتی که اونها با سرمایه بالا بتونن خدمات خوبی ارائه بدن، پس قطعا سرمایه کوچک هم اوکی هن. ببین هر چقدر تو ببین فقط حالا کار به این بحث قوانینش نداشته باش.
خب به این نگاه کن، ببین که اگر تو بخوای مثلا با یه کارگزاری خوبی کار کنی که پشتوانه داشته باشه، خیالت راحت باشه، اینه. اون که مارکت میکر نباشه، تهش بهت بگم تموم شد رفت. خب چرا اینقدر دورش کنیم؟ یه بروکر دیگه واقعا همشون مارکت میکرن. من حاضر نیستم که بیام سرمایه‌مو بیارم تو لایت فایننسی که مثلا شما گفتین و با مارکت میکینگ اونا کار بکنم. یعنی مثلا بیام هر روز کندل سازیاشون رو ببینم و بهم ضرر بزنن. میدونی ما همه اینا رو رفتیم دیگه، خودت هم قطعا میدونی. ولی خب خیلی چیزای دیگه برای من مهمتر بوده، برای تیم ما مهمتر بوده، اون امنیته. خب 100%. آره ببین من با سرمایه بالا دارم کار میکنم و هیچ مشکلی هم ندارم خدا رو شکر. ولی خب یه سری نواقصی توی جاهای دیگه دیده بودیم. اوکی. صدای من میاد؟ بله الان صداتون میاد. سلام عرض شد. استاد حالتون خوبه؟ خوب هستین شما؟ سلامتین؟ زنده باشید. ممنون. راستش من سوال خاصی در خصوص دوره ندارم. یعنی تقریبا الان 4-5 ساله که من دارم فارکس کار میکنم. سبک آی سی تی، سبک دیگه استاد امینو و سبک‌های مختلفی رو تست کردم و نمیتونستم، یعنی واقعا میومدم درک میکردم استراتژی رو ولی نمیتونستم نتیجه بگیرم. خب وارد چیزی که میشدم نمیتونستم. توی سبک آی سی تی هم که میومدم مثلا 10 تا معامله میزدم، حساب $100 رو میرسوندم به $1200، بعد یهو توی 2 تا معامله بعد کلش میرفت. یعنی حالا نمیدونم سبکم مشکل داشت، استراتژی مشکل داشت، مدیریت سرمایه نمیدونم. ولی توی دوره شما من هنوز راستش فیلم‌ها رو نگاه نکردم. یعنی با همون اولین دوره‌ای که دیدم، همون اولین فیلمی که دیدم به صورت آنلاین، من کلا درک کردم و تقریبا الان 4-5 تا معامله باز کردم. 4-5 تاش خدا رو شکر یعنی بدون حساب معامله سرویس رو انجام دادم و معامله‌ام خوب بودن. یعنی خب خدا رو شکر. خیلی خوب، یعنی خیلی خوب دارم درک میکنم. فقط میخواستم بابت این زحماتی که کشید، این دوره فوق‌العاده‌ای که برای بچه‌ها مهیا کردید، یه تشکر ویژه بکنم از شما. هم از شما، هم از محمد رضا جان و هم آقا اسد و هم تمام دوستانی که توی این دوره دارن به ما همکاری میکنن. فقط میخواستم یه خسته نباشید بهتون میگم و واقعا خدا خوبه. من بدون اینکه فیلم‌ها رو چند بار ببینم، توی یک بار به نظرم شما به بهترین شکل و راحت ترین شکل دارین اینو دوره رو به ما ارائه میدید. یعنی حالا نمیدونم بقیه دوستان چطوری ان، ولی من خودم با اولین توضیحی که دادیم من مطمئن گرفتم، سریع گرفتم. آقا مثلا موجی که های بالا زد یا مثلا اون روند کلی شکسته شد، باید از طریق پیبوی 78 یا پیبوی 88 با در واقع سایر چیزایی که گفتی دیگه من میدونم اونجا باید وارد معامله بشم. یعنی قشنگ برام جا افتاده. با همین نکته من تا الان از اول دوره تا الان 4 تا معامله باز کردم، 4 تا رو تو سود بستم. نوش جونت. آره فقط می‌خواستم یه تشکر ویژه بکنم و واقعا خیلی ممنون از انرژی مثبتی که دادین. دست شما در نکنه عزیز دلی. ان شاءالله همیشه پرسود ببینیمتون. شما هم همچنین. قربونتون. خدا نگهدارتون. خداحافظ. اصلا نمیخوایم که شما نگران باشین چرا صحبت نکردین. سلام استاد. سلام عرض ادب. خسته نباشید. حال شما چطوره؟ خوب هستین؟ سلامتین؟ سلامت باشین ان شاء الله. عزیز دلین، زنده باشین. شکر، مرسی. قربونتون برم. آموزش‌های دقیقتون. خواهش میکنم. خیلی ممنون. و یه سوال داشتم استاد. در خدمتتونم. بابت این ولیوم پروفایل فرمودید که یه سری تنظیمات دارون، تنظیمات رو مجدد میشه بیاری؟ بله چشم. 4 تا بیارین. خواهش میکنم 4 تا بیارین. لطف شما. نه خواهش میکنم چشم. انجام وظیفه میکنم. الان مثل این که ولیوم پروفایل اومد. خب این ولیوم پروفایل. خب روش کلیک میکنید، گزینه تنظیمات رو، این چرخ دنده اینجا کلیک میکنید و پنجرهش باز میشه. 2 تا تب اول، یکی اینپوت یکی استایل، این 2 تا رو کارش دارین. خب رو اینپوت که اومدین، گزینه اول نوشته روز لی اوت، این رو نامبر باشه، عدد دومی رو 500 باشه، ولیومش هم آپ داون، ولیو اریا ولیوم هم 70. این تنظیماتشه. اینو یه اسکرین شات میتونی بگیری. خب آره مرسی ممنون. حالا استایل که اومدی، اینجا هم دقیقاً رنگا رو باید یعنی تنظیم بکنی. این 2 تا اولیه آبی،
2 تا پایینیه زرد. اوکی، روش هم که کلیک بکنی اینجا نمیشه اوپاسیتی. خب اینش هم بذار 25% که چارت تو کامل ببینی. و این ستاتیک هم فعال میکنی، ستاتیک اولی VAH VAL و POC، این ستا رو هم فعالش میکنی. این میشه تنظیمات ولیوم پروفایل. سپاس از شما، مرسی. زنده باشین، سلامت باشین. یه بحث دیگه هم بود، من هلوش 10-11 ماه وارد بازار فارکس شدم و با یکی از استادات، قطعا شما هم میشناسینش، و آیه مقدسی هم رفته بودن شیراز، با ایشون یک دیداری هم داشتن. خب من جلساتی که با ایشون داشتم نزدیک 60 جلسه با ایشون داشتم، منتها متاسفانه زیاد چیزی ازشون یاد نگرفتم. خیلی هم توی بازار ضرر کردم، ولی خب از موقع این کلاس ها شروع شده خواستم یه تشکر ویژه بکنم. همین که امروز سیگنال امروز رو گرفتم 2021، آره واقعا نقطه زنی کردم و اینکه خواستم مجدد تشکری ازتون بکنم. زنده باشین، لطف شما شامل حال ما هست همیشه. فدای شما، قربونتون برم، سلامت باشین، زنده باشین، خدا نگهدارتون باشه انشالله. زنده باشین، ارادت. خواهش میکنم. دورتون بگردم بچه‌ها، مرسی از همگیتون، مرسی واقعا میگم من دیگه چیز دیگه ای ندارم آموزش بدم بهتون و هرچی هست همینه، همین تکنیک رو به خوبی یاد بگیرین، رو طلا بتره کنین. خب میخوام همتون یه پا بشین سلطان طلا. خب طلا ترید کنین، بتر کنین، دلار در بیارین، وارد مملکت بکنین، کمک کنین به دیگران، اونا هم یاد بگیرن حتی. خب همین راهو شما هم ادامه بدین و میگم معلوم نیست ما تا کی باشیم، ولی خب شما که دارین یاد میگیرین این مسیر رو ادامه بدین، یاد بگیرین و جلو با هم دیگه تحلیل کردیم، با هم دیگه لایف ترید کردیم، با هم دیگه آموزش دیدیم، نقطه زدیم، دقیقاً مطابق اون چیزی که یاد گرفتیم همه چیز کار کردیم. ما یه سیستمی رو یاد گرفتیم که یاد گرفتیم چطور وقتی این سیستم رو پلی میکنیم خوب بچرخه و برامون پول در بیاره. و خواستم یه بار دیگه خودم هم از طرف خودم تشکر کنم از همگیتون که این 1-2 هفته تقریبا 3 هفته‌ای منو تحمل کردین و این آموزش‌ها رو با هم دیگه پیش بردیم و واقعا خوب یاد گرفتین. من افتخار میکنم به تک تکتون، عزیزین. انشالله که همیشه پرسود ببینمتون. میگم این جلسه آخر ما نیست، من بیشتر باهاتون کلاس میذارم بعداً. میگم هنوز بقیه بچه هم هستن که باید بیا مطالبشون رو منتقل کنن. قطعا شما بیشتر و بهتر ما یاد میگیرید روی طلا که همتون استاد شدین، من مطمئنم. ویدیوها رو یه بار دیگه مجدد همتون ببینید، اینجور نباشه که ولش کنین بره، دسترسی و براتون بازه، ولی اگر میخواین خوب یاد بگیرین این سیستم معاملاتی رو بچسبید بهش، یعنی مستمر هر روز ببینید، تمرین کنید، تکرار کنید تا قشنگ یاد بگیرید. ولش نکنید مثلا روزی یکیشو ببینید، مثلا فردا 2 تاشو ببینین، نمیدونم هفته یه دونهشو مثلا اینجا یاد بگیرین و انجام ندین، این فایده نداره. بچسبید بهش پرقدرت با هدفتون این که واقعا تریدر خوب بشین. من خواستم که با یه بار آموزش دادم تریدر خوب تحویل جامعه بدم و خدا رو شکر موفق بودم، چون واقعا شما خواستید یاد بگیرید و اینو دیگه نمیگم من خوب تدریس کردم، من میگم شما تلاش کردین که یاد بگیرین. دم همگیتون گرم. بقیه بچه‌ها میان کلاساشون از هفته بعد براتون میذارن، برگزار میکنن. جلسات اونا هم تموم شد، بازم 1-2 جلسه حتی بیشتر به درخواست خودتون دوباره براتون کلاس میذاریم، همدیگه رو یه در واقع دیدار مجددی داشته باشیم. بعد از اون هم دیگه انشالله که راهتون همیشه پرسود باشه. تنها چیزی که میتونم بگم. قربونتون بدم. این آقا رضا دامرودی مثل اینکه سوال دارن، سوال آقا رضا هم جواب بدین. آقا رضا دامرودی سوالای پرمغز میپرسه، خب، و مطمئنم که سوالایی که میپرسه سوال همتون هست. سلام علی جان، خوبی؟ سلام عزیزم، حال شما چطوره؟ خوبی؟ قربونت برم، مرسی، متشکرم، خسته نباشی، سلامت باشین. من گفتم شما رو بیارم بالا چون میگم شما سوالاتتون سوالاتیه که پرمغز و چیزه،
سوال همه هست. مرسی لطف دارید. یه بار دیگه هم تشکر میکنم. این دوره فوق العاده بود، همه چی رو یاد گرفتیم، امروز هم نقطه زدیم، همه چی رو دقیقاً همونطوری که شما گفتین واقعا دیگه داره اتفاق میفته واسم. دورتون بگردم. خدا رو شکر. فقط من 2 سوال که توی واسم پیش اومده، یکی اینی که زمانی که یه تحلیل تکنیکال، همین تحلیلی که شما گفتین رو طلا انجام میدیم، بعد هم یه نقطه ورودم مشخص میکنیم، میریم که با DXY چکش کنیم. بعد میبینیم یه خورده اینجا با DXY مثلا همیشه حرکتش همخونی با هم نداره. توی مواقع اولویت با تحلیلمونه یا با حرکت DXY؟ کدوم اولویت قرار داره؟ خیلی سوال خوبی بود. اولویت ما اولویت حرکت طلاست. خب یعنی ما تحلیل تکنیکالمون همیشه اولویت ارجحیت داره. خب ببین بعضی وقتا همونطوری قبلا هم گفتم تو روانشناسی در واقع و روابط طلا و دلار، خب تا حدودی گفته شده که طلا و دلار مثل هم عکس هم حرکت میکنن، ولی خب گاهی اوقات هم هست که مثل هم میشه حرکتشون، گاهی اوقات. خب به این خاطر شما نباید که به خاطر DXY تحلیل خودتو نقص بکنید. DXY یک کانفرمیشن دیگریه، خب که مثلا بهتون قشنگ میتونه که خط بده. مثلا ببین اگر که دیدی مثلا DXY اومده یک کندل پرقدرت صعودی زده از اینجا، خب به خاطر مثلا این فکر نکن که مثلا بای طلا رو نباید بزنی، نه، شما اولویتتون همیشه باید چیز باشه، تحلیل تکنیکال خودتون باشه. رفتار طلا خیلی مهمتر از در واقع ارتباطش با دلاره. درسته، ممنون. ولی در کل ببخشید میونه کرد، ولی در کل مقاومت ها و لول های مهم DXY رو همیشه باید چارتتون داشته باشین و آلارم گذاری بکنین. مثلا اینجا همونجور که من قبلا هم براتون مشخص کردم، گفتم که آقا لول های مثلا مهم دلار، مثلا این 3 خطی هستش که من کشیدم. خب یعنی هر موقع دلار به اینجا رسید حواسم باید باشه، یعنی باید دقت کنم که مثلا طلا احتمالاً یه تغییر روند داشته باشه. فقط همینو باید مد نظر داشته باشین، لول های مهم دلار. درسته. و یه سوال دیگه که من چند وقت درگیرشم، ما اگه بتونیم تشخیص بدیم شرکت‌های بزرگ، بانک‌ها چه زمانی وارد بازار میشن که پشت دست اینا حرکت کنیم، خب فکر کنم بهتر باشه واسمون. ببین بعد اینو چطوری میتونیم تشخیص بدیم که مثلا یه شرکت بزرگی با یه حجم خیلی سنگینی با چندین لات میاد وارد میشه، ما بریم پشت دستش حرکت کنیم؟ اینو از کجا میتونیم تا حدودی تشخیصش بدیم؟ ببین همچین سورس جامع و کاملی رو هرگز ما نداریم که اینقدر دقیق و با جزئیات مثلا همه چی رو نشون بده. مثلا تو نگاه کن، تو یه سیستم معاملاتی و استراتژی الان یاد گرفتی که خودش نشون میده که واقعا جاها، یعنی در واقع جاهای بزرگ، مؤسسات بزرگ، بانک‌های بزرگ اونجا هم اوردر کاشتن، اونجا هم دارن معامله میکنن. ببین این حرکت شارپی رو به بالا، فکر نکن کار مثلا تریدرهای خورده. مثلا این نقطه شما بای زدین 2021 شما بای زدین دیگه، فکر نکن که این نقطه هستش که تریدرها خورد اومدن زدن. قطعا اینجا اوردر در واقع بانک‌ها بوده، اوردر مؤسسات بوده که فعالش کرده اینجور رفته بالا. خب قطعا همینطور بوده. یعنی تحلیل دقیقی که شما خودتون انجام میدین، مطمئن باشید جاهایی هستش، جاهای مهم که احتمال تغییر روند داره. خب پس این میشه همون نقطه‌ای که میگن حالا مثلا مؤسسات بزرگ هم دارن روش معامله میکنن. ولی اگر شما دنبال سورسی هستین، دنبال منبعی هستین که بیاین مثلا اوردرهای دقیقی که مثلا فلان بانک مثلا گذاشته کجا میخواد بخره کجا میخواد بفروشه، همچین چیزی رو نداریم واقعیتش. خب اگر هم چیزایی باشه، مثلا یه سری سیستم معاملاتی های دقیق جالب اومده راجع به مثلا بحث ولیوم تریدینگ که میاد مثلا اوردر بلاک ها و در واقع فینگرپرینت ها و مثلا بعضی چیزهای دیگه هست که دارن بهتون نشون میدن، سری المان های خاص داره که اونو مثلا میاد کندلا رو باز میکنه، مثلا میگه بحث کندل، مثلا میگه تو این کندل مثلا چقدر حجم خرید بوده چقدر حجم فروش بوده. خب این سبک معاملاتی با این سبکی که یاد گرفتین یکم مغایرت داره. مغایرتش چیه؟ که کلا اصلا یه جورایی مثل که قیمه ها رو میرزی تو ماستا، اصلا به هم دیگه نمیخوره. خب گیجت میکنه. به این خاطر که میگم شما یه فوت و فن رو یاد بگی، بهتر از اینه. سورس دقیقی قرار نیست وجود داشته باشه که دقیقاً اوردرگذاری بانک ها و مؤسسات نشون بده.
دنبالش هم نرو به نظرم، چون میگم خودت ترید بکن، خودت در واقع ماهیگیر بازار باش، شکارچی باش، بتره کن. کاری به این که حالا مثلا اون بانک چیکار کرده، این مؤسسه چیکار کرده مثلا نداشته باش به نظر من. درسته، مرسی. و یکی که بعضی موقع یه نقطه رو پیدا میکنیم و قیمت تا نزدیک اون نقطه میاد و مثلا اوردر ما رو فعال نمیکنه و میره. مقدار حجم مثلا چند پیپ مجازین تا مونده مثلا به نقطه‌مون واردی معامله شیم، حد اکثر اون چقدر من تا 3 پیپ در نظر میگیرم خودم. مثلا اگر که بخوام مثلا 24 رو مثلا 20 مثلا 2024 وارد بشم، مثلا 2024 رو مثلا 2 یا 3 وارد میشم. 2-3 پیپ تقریبا. تا 3 پیپ. آره. 2-3 پیپ. آره. ولی خب گاهی اوقات هم پیش میاد که همون 2-3 پیپ هم رو نمیگیره. این دیگه سختی‌های کار ماست دیگه. درسته. مرسی علی جان. خواهش میکنم. همه چی عالی، دست در نکنه. عزیز دلی. ممنون که سوالاتمون هم جواب دادی. ان شاءالله که بازم ببینیم و بیشتر ببینیم. حتما. ان شاءالله. ما باعث افتخارمون هستش و باعث خوشحالیمون. ممنون. لطف کردید. مرسی. سلامت بشین. خدا نگهدار. خدا نگهدار. میگه پس لایف ترید چی میشه؟ تو الان داشتیم چیکار میکردین؟ دورت بگردم لایف ترید میکردین. تو به این میگی نمیگی لایف ترید، و به چی میگی لایف ترید؟ این نقطه هایی که این چند روزه زدیم و با هم دیگه ترکوندیم چی بهش میگین دیگه؟ اون چیزایی که شما تو اینستاگرام داری میبینی دورت بگردم، اینا همه شو آفه. خب اینا همه شو آفه. واقعا یه کارو یاد بگیر. چیکار به شوآ؟ حالا مثلا یارو جدیدم ترند شده میشینم پای چارت، خیلی خوب، یه چند نفرم تو کلاس مثلا هستن، الان ببندید مثلا رفته بالا. نه عزیزم، شما قراره ما یه کاری بکنیم، قراره که ما یه چه میدونم ارزشی خلق بکنیم که همتون بتونید درست حسابی ازش استفاده کنید تا ابد. دورتون بگردم. زنده باشین عزیز دلین. دل کندن سخته ولی میام دوباره. عزیزی عشقین. فعلا خیلی مخلصی.